از اشغال کردن تو اتوبوس تیم ملی تا درگیری و رقصیدن‌های بیجا توسط حسین کنعانی زادگان. سلام دوستان، من عدنانم و تو این ویدیو میخوایم یه نگاهی بندازیم به تمام گندکاریایی که حسین کنعانی تو این 10-12 سال فوتبالی خودش به جا گذاشته و باعث شده تبدیل شه به یکی از پرحاشیه ترین فوتبالیستای تاریخ فوتبال ایران. سری بریم سراغ اولین حاشیه این فوتبالیست پرحاشیه‌مون. محمد حسین کنعانی زادگان فوتبال خودش رو از بندر قائمشهر شروع کرد و تو جوانان برای تیم جوانان پرسپولیس هم بازی کرد. ولی بعد از اون وارد لیگ برتر شد و به تیم پرسپولیس تهران پیوست. بعد از چند فصل به خاطر خدمت سربازی وارد ملوان شد و بعد از اینکه خدمت سربازیشو به پایان رسوند، به جایی که برگرده پرسپولیس، رفت سراغ تیم حریف و وارد باشگاه استقلال شد. و این اولین درگیری حسین کنعانی زادگان تو فوتبال حرفه‌ایش بود که شروع کرد برای پرسپولیسیا کری خوندن و یه جورایی معتقد بود با این انتقالش باعث شده تا هوادارهای پرسپولیس بسوزن. ولی اون فصل خوبی رو تو استقلال تجربه نکرد و دست از پا دراستر برگشت سمت باشگاه پرسپولیس. و میشه گفت تمام افتخاراتی که حسین کنعانی تو فوتبال به دست آورده با این باشگاه بوده. پس این میشه بزرگترین اشتباه فوتبالی اون تو این 10-12 سال فوتبالیش. موضوع دوم رقصیدن‌های بیجای حسین کنعانیه که اصلا نمیدونه کی و کجا باید این خوشحالی رو انجام بده. یکی از این رقصیدن‌ها برمیگرده به بازی با استقلال خوزستان مقابل پرسپولیس که پرسپولیس 1-0 از تیم قرنشین استقلال خوزستان عقب بود. تو اون بازی حسین کنعانی پنالتی میگیره و موفق میشه گل تساوی رو به استقلال خوزستان بزنه. بعد میره سمت هواداران استقلال خوزستان و رقص معروف خودش رو انجام میده که واقعا اینجا جاشه که بهش بگیم چه وقت رقصیدن بود. این رقصای جنجالیش بازم ادامه داره. تو بازی دوستانه‌ای که بین ایران و قطر برگزار شد، ایران موفق شد 4-0 قطر رو شکست بده. قطری که سرمربیش کارلوس کیروش بود. تو اون بازی حسین کنعانی موفق شد برای ایران گلزنی کنه و بره مقابل کارلوس کیروش رقص معروف خودش رو انجام بده که هم‌تیمیای حسین کنعانی اومدن دخالت کردن و نذاشتن که این قضیه جای باریک کشیده شه. تنها دلیل این قضیه هم برمیگرده به زمانی که کیروش مربی تیم ملی ایران بود و تو تورنمنت‌های پیش روش حسین کنعانی زادگان رو نیمکت نشین کرده بود. حتی همون زمان حسین کنعانی خطاب کیروش گفت تو به ایران خیانت کردی به خاطر اینکه منو شجاع رو نیمکت نشین کرده بودی. این بازیکن همینجوری که تو زمین فوتبال حواشی داره، بیرون فوتبال هم خیلی حواشی برای خودش و بقیه درست کرده. همیشه بین فوتبالیست‌ها و ورزشکارای دیگه کشورمون بحث و درگیری بوده به خاطر پولای کلونی که تو فوتبال رد و بدل میشه و کم توجهی مسئولان به ورزش‌های دیگه‌مون. حسین کنعانی زادگان چند وقت پیش یه مصاحبه این انجام داد که تو اون مصاحبه گفت ما رفتیم جام جهانی رو شکست خوردیم و یه حواله خودرو پاداش گرفتیم که الان اون خودرو 100 میلیارد ارزش داره. همین باعث شد جنگ و دعوا بین تمام ورزشکارامون با فوتبالیستامون سر بگیره. چه دعوای شدیدی شکل گرفت بین جواد کاظمیون و امیر محمد یزدانی، کشتیگیر جوان تیم ملیمون. هنوزم که هنوزه این درگیری ادامه داره و حسین کنعانی باعث شد با اون حرفش دوباره این آتیش به پاشه و بین تمام ورزشکارامون درگیری لفظی به وجود بیاد. حسین کنعانی زادگان رو تو زمینم نمیشه کنترل کرد. تو جریان بازی پرسپولیس سر اینکه ضربه ایستگاهی رو کی بزنه با سروش رفیعی درگیری رو به وجود میاره و همین باعث میشه که یحیی محمدی بین دو نیمه هر دو بازیکن رو نیمکت نشین کنه و نیمه دوم از این دو بازیکنش استفاده نکنه. حتی این قضیه تو سطح ملی هم بوده. تو بازی دوستانه تیم ملیمون حسین کنعانی با بازیکن تیم حریف درگیر میشه و باعث میشه به خاطر اعتراض به داور کارت قرمز بگیره و از بازی اخراج بشه. همین قضیه باعث میشه امیر قلعه‌نویی اونو تنبیه کنه و تو اردوی بعدی تیم ملی حسین کنعانی رو به تیم ملی دعوت نکنه. بعد از گذشت چند سال همه فکر میکردن دیگه حسین کنعانی زادگان بزرگ شده و از اشتباهاتش درس گرفته، ولی این اتفاق نیفتاد و تو بازی با آلومینیوم عراق که آلومینیوم موفق شد 1-0 پرسپولیس رو شکست بده، بعد از بازی هواداران تیم آلومینیوم شعار میدادن حسین اتوبوسی. اونم ناراحت شد و برگشت و با یکی از هوادارهای آلومینیوم درگیر شد که این قضیه برمیگرده به اون فایل صوتی که چند سال پیش توسط این بازیکن پخش شد و باعث شد خیلی درگیری‌ها و حواشی تو فوتبال ایران به وجود بیاد. زمانی که حسین کنعانی زادگان تو اردوی تیم ملی بود و تیم ملی هم به خاطر کرونا قرنطینه کامل بود، با دوست دخترش قرار میذاره که اتوبوس تیم ملی رو مکان کنن و از اتوبوس تیم ملی استفاده بیجا بکنه. همین موضوع باعث شد خیلی حواشی به وجود بیاد و این بازیکن 2 جلسه محروم بشه از همراهی کردن تیم ملیمون تو بازی‌های بعدی و 100 میلیون تومان هم کمیته اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران اونو جریمه کرد به خاطر این اتفاقی که افتاده بود. ماشین شاسی بلند چیزی نداریم. خب یه کاری میتونیم بکنیم. شب تو اوکی هستی؟ ساعت 10-11 خواستم با هم دیگه اشغال حسابی گفتم اگه اوکی هستی یه نیم ساعت اوکی کنم. اتوبوس تیم ملی اینجا خواه بعدش رفیقمه گفتم بریم دوتایی با هم دیگه تو اتوبوس. حسین تو اتوبوس
بابا کسی نیست که بعدش بابا تو اتوبوس دیگه کسی نیست. بعدش آخه ما چون ما تو قرنطینه ایم خب به خاطر همین من قایمکی بیام تو اتوبوس تا هم بیام سوار کنم و اینا یه نیم شب با هم. این فایل صوتی فقط به همینجا ختم نمیشه. بعد از اون حسین کنعانی زادگان ادعا کرد که این فایل صوتی ساخته دست سیاوش یزدانی مدافع استقلاله که تو تیم ملی هم پست این بازیکن بوده و یه جورایی میخواسته با افشای این فایل صوتی حسین کنعانی زادگان از رده کنار بزنه و خودش بشه مدافع تیم ملی کشورمون. این قضیه به شکایت کشی کشیده شد و مشخص شد همچین موضوعی این وسط نبوده و سیاوش یزدانی هیچ دخالتی تو پخش شدن این فایل صوتی نداشته. این فایل صوتی که بین حسین و دوست دخترش بوده یه جوری راهشو به فضای مجازی پیدا میکنه. این دو بازیکن چندین بار مصاحبه‌های تندی هم علیه همدیگه انجام دادن و با دخالت فدراسیون فوتبال ایران و کمیته انضباطی تقریبا میشه گفت آتش بس بین این دو بازیکن برقرار شد و حسین کنعانی تا الان فیکس تیم ملی بوده. ولی همینجوری که گفتم تمام این اتفاقات تو 10 سال حرفه‌ای فوتبالی این بازیکن به وجود اومده. هر دفعه که حسین کنعانی زادگان یه اشتباهی رو انجام داده پشت بندش تو فضای مجازی معذرت خواهی کرده و قول داده دیگه تکرار نشه. ولی اینجوری که مشخصه این بازیکن از اشتباهاتش درس نگرفته و این سریال ادامه داره. منم مطمئنم که چند وقت دیگه پارت دوم همین ویدیو رو براتون میسازم و منتشر میکنم، چون این بازیکن قصد نداره این کاراشو کنار بذاره. هر چقدرم که محرومش کنن و جریمه مالی براش ببرن بازم براش درس عبرت نمیشه. آقا امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. تا ویدیوهای بعدیمون بدرود.